سلام. هرچی جلوتر میریم داد و هوار آخوندا بیشتر میشه. نظام ولایت رو از هر طرف که بچرخونی صدای جیغ و ویغ میشنوی و آه و ناله. از ولی فقیه تا جونورای باند کوسه همشون رعشه ائتلاف گرفتن و چپ و راست سیگنال وحشت میدن. امروز اگر در بحرین و یمن و سوریه و عراق مشاهده می‌کنید آمریکا و بخشی از کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان خون مسلمان‌ها و بیگناهان رو به زمین می‌ریزند، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم رو سرکوب می‌کنند. در سوریه منطقه پرواز ممنوع به هدف تخریب زیرساخت‌ها ایجاد می‌کنند و به اسم مبارزه با داعش از آسمان هدفهای مشکوکی رو بمباران میکنن بدون آنکه به داعشی ها صدمات جدی وارد بشه. همه زیر سر آمریکا و انگلیس و اسرائیل هست. بفرمایید. زمین زیر پای آخوندا به لرزه افتاده و همشون تو حول و ولای آخر عاقبت تحولات منطقه‌ای هن. خبرهای میدانی حاکی است ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش اهداف دیگری غیر از مبارزه با داعش را دنبال می‌کند. این ائتلاف بیشتر به فکر براندازی دولت سوریه است تا مبارزه با داعش. ولی فقیه گردن شکسته و بشار گردن درازش مثل روغن تو مایتابه دارن جلز و ولز میکنن. این وسط لاریجانی هم پاک قاط زده و هی این شهر و اون شهر میره تا به بهونه همایش و نمایش و رزمایش ذکر مصیبت ائتلاف رو بگه و منقل ولایت رو باد بزنه. داعش دسیسه غرب برای مغشوش کردن ذهن جهانیان درباره اسلام. رئیس مجلس که برای شرکت در مراسم افتتاح خانه بیداری اسلامی غرب آسیا به اصفهان سفر کرده، به شرایط کشورهای منطقه گریزی زد و از هدف مشترک امریکا، اسرائیل و تروریست‌هایی چون داعش در از بین بردن جریان بیداری اسلامی گفت. گروبان گارسیای نظام هم که فیروز آبادی باشه شیکم و ول کرده و دماغو چسبیده. بوهایی میشنوه که نگو و نپرس. بوی توطئه‌ای به مشام میرسد تا سرپلی زمینی برای حضور نظامی ائتلاف در سوریه فراهم شود. آقا راستی چی شده؟ این ائتلاف داره تو سوریه چیکار میکنه که اینجوری بنده دل ولایتو پاره کرده؟ ته خط این چه ترسیه که اپیدمی دلپیچه رو بین آخوندا رواج داده؟ آقا ظاهراً یکی تو نظام پیدا شده میخواد به این سوال موشکاف جواب بده. بنال بینیم. یکی از راهبردهای اصلی نظام سلطه تغییر هویت و ایجاد تردید در حقانیت انقلاب اسلامی در نقطه کانونی این تحولات یعنی ایران اسلامی است. این راهبرد در کنار فشارها و تحریمها برای ناکارآمدسازی نظام تردید در اصل حرکت انقلاب اسلامی را هدف گرفته و برای تحقق آن شبکه گسترده ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی را به کار گرفته است. تحول نسلی و میداندار شدن نسل‌های سوم و چهارم که شرایط دوران انقلاب و دفاع مقدس را تجربه نکردند، مهمترین نقطه هدف استراتژی تغییر هویت دشمن است. آقا بنده موشکاف دیگه سوالی ندارم. شما سوالی دارید؟ اصلا دیگه جای سوالی باقی نذاشت که ته حرفو زد دیگه. گفت پکیدن عمق استراتژیک نظام همان و ترکیدن انبار بارود همان و سلام شد تمام. زد زیاد. موشکاف